جانم. الو میسم. خوبی چه خبر؟ بابا این پوریا همش خوابه، نمیدونم چیکار کنم. خب این اگه زیاد میخوابه 100% خماره. چی؟ والا برو تو جیباشو پیدا کن، جنس منس هم هست. من بپرسی. باشه خداحافظ. دست تو جون من چیکار میکنه تو؟ خفه شو معتاد بدبخت. این چیه؟ میسم راست میگفتش که تو معتادی. اولا اعتیاد یه نوع بیماریه. خفه شو بابا. عزیزم من اینو از یه دهانویس گرفتم که از دست اون دوست حیوانت راحت شم. الو میسم. الو میسم ببین این پوریا جدیدا خیلی غذا میخوره، ببین خیلی بیش از اندازه. بابا آروم باش، چیزی نیست. این 3 تا کام گل گرفته. اینا وقتی گل میگیرن کره میکنن. برو ازش بپرس گل کشیدی؟ بدبخت شدم. باشه خداحافظ. خداحافظ. پوریا تو گل کشیدی؟ گل؟ یه گل ازم همه میکشم، مگه کسی دست نکشیده باشه؟ خاک بر سرت کنم. الان چرا مگه تو خود نکشیدی؟ معلومه که نه. من این کارو از بچگی انجام میدادم. خاک تو سرم، از بچگی میسم راست میگفت و گل کشیدی کره کردی. بابا میسم چی میگفت کره کردم؟ بیا من این روز سر کار کشیدم. این چه خوشگله، خیلی قشنگه. من ریدم نه اون دوستت که ریده تو زندگیمون. الو میسم. جانم بگو. این پوریا همش گلش تو گوشیشه. الانم رفته تو حیاط یه سر داره چت میکنه، معلوم نیست با کیه. این میخنده. خب این سوال نداره که اون داره با دوست دخترش چت میکنه. من از اولش هم بهت گفتم این تاش باد میده. آره مخصوصا شبا موقع خواب. بابا چه ورقی هستی تاش باد میده. ولش کن اصلا. برو باش به هم بزن بگو برو بابا. باشه خداحافظ. کثافت خیانتکار، توف تو شرفه. باز چیه؟ با کی چت میکنی؟ محمد. شوگر زدی؟ خاک بر سرت کنم. شوگر چه حالمو داشت میپرسی؟ میسم راست میگفتش که میسم چی میگفت؟ گوه تو گوره میسم ریده تو زندگیم، خدا لعنتش کنه. 1000 تا کار خودش رو انجام میده. نگاه کن معتاد یارو، فقط داره یا میخوره یا میکشه یا میکن از این اون. میذاری بریم خونمون؟ میسم رفته. نه تصمیم این برق 2 دقیقه دیگه برمیگردم. مطمئنی؟ آره با خیالت راحت. اومدش. میسم گفتش که تو برمیگردی. میسم بالاخره میمیره دیگه. من برینم تو قبرش. کلیدمو جا گذاشتم ریدم نه میسم ترس زده تو زندگی رو. الان میسم واقعا رفتش. سلامتی عشقم